مزاج بلغم از رکن آب گرفته شده، یعنی همه ویژگی هایی که توی آب هستش توی اعمال انسان، اخلاقیات و رفتار و روحیات انسان یا حتی بیماری های انسان میتونه نمود داشته باشه. میخواید بدونید که چطور میشه ویژگی های آب رو با ویژگی مزاجی انسان تطبیق داد؟ تو این ویدیو با من همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا ورزدار هستم، محقق و فعال حوزه طب اسلامی ایرانی. تو ویدیو قبلی در مورد ارکان خلقت یا عناصر تشکیل دهنده خلقت صحبت کردیم. در مورد رکن آتش مفصلا صحبت کردیم. این بالا میتونید کلیک کنید و برید ببینید. خیلی مفصل راجع به اینکه ویژگی‌های آتش چیه و چطور میشه ویژگی‌های آتش رو بر مزاج انسان تطبیق داد و از اون مزاج شناسی استنباط کرد کامل توضیح دادیم. من پیشنهاد میکنم که حتما اون ویدیو رو ببینید تا با تطبیق دادن طبیعت بر مزاج انسان و روش اون آشنا بشید. تو این ویدیو میخوایم در مورد ویژگی رکن آب و افراد بلغمی مزاج صحبت کنیم. یکی از ویژگی آب توی طبیعت اینه که حرکت آب به سمت پایینه، یعنی افراد بلغمی مزاج عمدتاً آدمایی هستن که هیچ میلی به مدیریت و سرگروهی ندارن، برخلاف صفراوی مزاج ها که توی ویدیوی قبلی گفتیم که آدمایی هستن که بسیار اهل مدیریت و سرپرستی هن، اهل پیشرفت کردنن، اهل اینن که توی رأس باشن، همیشه توی جمع مدیر باشن و سرگروه باشن. برخلافشون افراد بلغمی آدمایی هستن که خیلی ساکتن، اهل پیشرفت نیستن، همیشه خسته‌ان، همیشه تنبلن و سرگروه شدن و مدیر شدن و اینها رو دوست ندارن و دوست دارن همیشه فرمان بردار باشن، همیشه زیرگروه باشن و زیاد علاقه به تحرک داشتن ندارن. ویژگی دوم آب اینه که بسیار شکل پذیره، یعنی توی هر ظرفی که آب رو بریزیم میتونه شکل اون ظرف رو به خودش بگیره. افراد بلغمی مزاج هم همینطورن، یعنی افرادی هستن که عموما توی هر جمعی به شکل اون جمع در میان، توی هر سیستمی به شکل اون سیستم در میان، توی هر چهارچوبی شکل میگیرن و خارج از چارچوب رفتار نمیکنن. برخلاف افراد صفراوی که گفتیم آدمایی هستن که همیشه دوست دارن خارج از چارچوب باشن، رفتار خارج از قانون، رفتار خارج از چارچوب قرار از خودشون نشون بدن و افرادی هستن که توی یه چارچوب نمی گنجن، همش دوست دارن حرکت بالا داشته باشن، حرکت فراتر از چارچوب و قالب داشته باشن. افراد بلغمی برعکس آدمایی هستن که خیلی ساکتن، اصلا فکر نمی‌کنن به اینکه خارج از چارچوب حرکت کنن و رفتار کنن. تازه تو همون چارچوبی هم که هستن خیلی بی‌حوصله، خیلی سست و خیلی بیحال هستن، تنبل هستن و اهل زیاد تحرک کردن نیستن. یکی دیگه از ویژگی‌های آب اینه که آب زلاله، شفافه. افرادی هم که بلغم بدنشون توی حالت تعادلی قرار داره بسیار آدمای زلال و صاف و بیشیل پیله‌ای هستن. آدمای دلرحم، آدمای مهربون، آدمایی هستن که دلشون با همه صافه، با همه صاف و صادق رفتار میکنن و حالا اتفاقا افرادی هم هستن که توی جمع از رفتار بقیه بیشتر آسیب میبینن. این افراد آدمای خیلی احساساتی هستن و بیشتر از عقلانیت به احساساتشون مایه میدن، به احساساتشون میدون میدن و احساسات این افراد تو حالت غلبه قرار داره. یه نکته داروسازی و داروشناسی هم بگم. ببینید توی طبیعت آتش رو با آب خاموش میکنن، لذا آتش وجود صفراوی ها رو، گرما و حرارتی که توی در بدن صفراوی ها هستش رو با آب میتونیم خنک کنیم. لذا ما به افرادی که حرارت بدنشون خیلی بالاست، عصبانی هن و میتونن خطرناک باشن، به اینا میگیم که وضو بگیرن یا آب خنک بخورن یا دوش آب سرد بگیرن. این حرارت بدن اونها رو کاهش میده و پایین میاره. لذا توی داروسازی و داروشناسی هم گیاها و خوراکی هایی که با مزاج بلغم هستن، یعنی سرد و تر هستن، بیشتر برای افراد صفراوی مزاج توصیه میشه و میتونیم با اونها حرارت صفراوی ها رو کنترل کنیم.
نکته آخری که میخوام در مورد بحث آب بگم خدمتتون اینه که آب با سرمای بیش از حد یخ میبنده و منجمد میشه. افرادی هم هستن که وقتی حرارت بدنشون از بین بره و سردی تو بدنشون خیلی غالب بشه و سردی تو بدنشون خیلی زیاد بشه، این افراد دچار یک بلغم منجمدی میشن که متاسفانه درمانش خیلی سخته و دچار بیماری های خیلی سخت‌تر و سخت‌تری میتونن بشن این افراد. تو کانال طبیب شو ما به دنبال این هستیم که هر کس طبیب خودش و خانواده‌اش باشه. لذا طب سنتی و سبک زندگی رو از پایه شروع کردیم به آموزش دادن. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندید. موفق و پیروز باشید. یا علی.